اوایل انقلاب یه دفعه حضرت امام فرمودن که به گروه‌های مارکسیست گفتن چپنمای نوکر راست. این تعبیر است امام. چپنمای نوکر راست. چپنمای نوکر راست. شما ببینید همه اینا از همون مراکز سر در آوردن. مثلا الان من اسم نمیخوام ببرم، اصلا خوب نیستش که اسامیشون اینجا برده بشه، ولی ببینید اسم ببرم اگه سلام مثلا فرخ نگهدار، مثلا کی؟ فرخ نگهدار یه موقعی برای خودش به رئیس سازمان فداییان خلق بود و اینا، برای خودش برابیا و کیابیا و این حرفا داشت. شما الان ببینید این پیروز یه مطلبی یادداشت داشت، میگفت اصلا ما اون موقع ها که رفتیم با یکی از دوستامون رفتیم کاشون، میگفت رفتیم کاشون یه سری بزنیم اینا بعد از انقلاب بودن، گفت اصلا داره حالا داره اعتراف میکنه اصلا خبری از این چیزایی ما نبود. تو روستا رفتیم، تو روستا طرف عکس امامو زده. بعد الان ببینید چیکار میکنه. مثلا یه تعدادشون از رادیو زمانه انداختن این رادیو زمانه رو دولت هلند راه اندازی کرده. خانم الیزابت چنی دختر دیک چنی با اونا همکاری میکنه، هزینه‌اش رو بنیاد هیفوس میده تو هلند. اینا همه مستند خودشون ها. خب یه چند تا اینا رو انداخته بود بیرون. حالا من اسمشون نمیبرم خجالت میکشم. چند تا انداخته اعتراض کردن. این رئیس هلندی رادیو زمانه چی میگه؟ تو خود سایت رادیو زمانه میگه شما برده مایی. این تعبیرش اینه. این تعبیر اسلیو به کار میبره. میگه شما برده مایی، هر کاری خواستید میکنید، نه حق ندارین که بخواید اعتراض بکنید فلان. این شرایطونه.